سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من پرامکاد هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. بچه‌ها من امروز 5 لودات بتل رو براتون گذاشتم. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. بچه‌ها این لودات ها رو 117 و اچ رو 100% میگم که بچینید، خیلی خوبه. اچ که ویدیوشو قبلا براتون گذاشتم، باهاش تک پیسه زدم، 100% وان شده. این اتچمنت 117 هم که جلوتر اصلا بدون پرک میبینید چجوری لیزر میکنه. حتما این دو تا اتچمنت رو بچینید، خیلی خوبن. این شاتایی هم که دارید میبینید خلاصه 3 یا فکر کنم 4 مچ اوپن لابی باشه، کاستوم روم. و اینکه این اتچمنت ها واقعا خدان پرک های، حتما برای اچ پرک بندازید، بدون پرک شاید یکم وانشات نکنه. اچ کلا اینجوریه که بدون پرک هیچ جوره وانشات میکنه، ولی خب باید نزدیک باشید. مثلا فاصله دور رو با لانگ برل میتونید وانشات کنید. لانگ برل رو هر چی تونستید بندازید، حتی اون سفیده هست که اصلا به درد نمیخوره، شاید دیگه به درد نمیخوره ولی این اتچمنت به اون نیاز داره. لانگ برل میخواد، لانگ رنج و فاصله دی اس میخواد، چون اچ اس یکم دیر ایمش باز میشه. همینطور 117 هم پرکایی که میتونید براش بندازید فاصله دی اس، اونم یکم دیر ایمش دیر باز میشه. 117 میتونید پرک فاصله دی اس، لانگ رنج و همینطور یه پرک دیگه هم بود که پرک خشابه، چون تیراژ 48 و با پرک خشاب خیلی بیشتر میشه. با یه دونه پرک خشاب فکر کنم ریر میشه 53 تا تیر که 100% با 2 تا انمی میتونید راحت باش بندازید. آخر ویدیو هم براتون چیزا گذاشتم، اتچمنت ها رو گذاشتم اینجا هم که اینا اچ اس انمی بود من برداشتم، خودم اچ اس لژند ندارم. شاید بگید 117 لژندی که تو داری لژنده، بعد بس همون بهتر میزنه، اما نه، این لژندی که شما میبینید من همینطور دوره اول درش آوردم و اینکه نسبت به 117 های دیگه و همینطور 117 معمولی خیلی لگت داره، یعنی اصلا لگت زیاده. اینجا کلا لگ گرفته بودم بازی کردم 26 تا کیل. آره حتما پرک بندازید، بدون پرک وانشات میکنه، بازم میگم میکنه، ولی خب باید خیلی نزدیک باشید. بچه این کاستوم روم هم مثلا 80 نفره استارت میکردم، ولی خب بعضی وقتا واقعا نمیشد، باید تعداد پایین استارت میکردم، چون که اصلا روم تعداد بالا پیدا نمیشد. پیدا هم میشد یا خیلی شلوغ بود یا هم یارات اصلا اوکی نبودن، میدونید دیگه خودتون. حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید، چون اتچمنت‌ها خیلی خوبن. همینطور یه SMG مکتن و همینطور یک دیل براتون گذاشتم که خیلی فسیدیس بدون پرک. اگر هم همین دیلی که من دارم رو داشته باشید، یه دیل برای بتل پس گانزو بود فکر کنم، برگشتی بود اومد. این اتچمنت با اون خیلی فسیدیس میشه، یعنی اصلا بدون پرک فسیدیس راحت میتونید باش بزنید. و همینطور تا آخر باشید. یه اتچمنت اودن هم براتون گذاشتم، این اتچمنت نیست، یه اتچمنت دیگه است. اپیکش هم اپیک معمولیه برای بتل پسه که ایمش با ایم اصلی اودن فرق کنه. خب این که اصلا آرتریه، نگاه کن شما. خب بریم تو لودات. اول از همه اچ اس رو میبینید که قبلا ویدیو شد، شورت ویدیو گذاشتم، اگرم میخواید بازم میتونید برید ببینید. این از اتچمنت کیارمه که این رو هم باش بعضی وقتا پلی میدم، ولی خب اچ اس رو بیشتر دوست دارم. با معمولی هم میزنه این کیارم، معمولی شاید بهتر باشه. این همون اودنیه که گفتم اپیکش بتل پسه و من چیز خاصی ازش ندارم و خیلی خوب میزنه، از اودن زمین خیلی بهتره 100%. این 117 هم که میبینید گفتم همون لژندیه که لیزر میکنه، ویدیوش هم بود. روی معمولیش هم بشینید اوکیه. اینم سایبرمتیک بود، دانلودش هم نداشتم. این هم SMGه که گفته بودم، فقط این SMG انقدر باش پلی نمیدادم چون SMG کلا زیاد پلی نمیدم. مکشن خیلی خوبیه، هیپ فایر رو رنده میکنه. این هم که همون دیلی که بهتون گفتم اپیک، این اپیکو اگه دارید 100% بذارید، با این اتچمنت خیلی سریع. مرسی که تا اینجا ویدیو منو همراهی کردید و لایک و ساب فراموش نشه. فعلا.